گرونترین اکانت ایران کجاست؟ امروز میخوام بهتون 2 تا اکانت 1 میلیارد تومانی ایرانی رو نشون بدم. 1 میلیارد تومن قیمت فروش این اکانت هاست و قطعا بالای 3-4 میلیارد و از نظر من حتی 5-6 میلیارد برای این اکانت ها خرج شده. چند روز پیش توی چنل ایرانی جوین شدم، اسمش هم میارم، اسم ایکس نایس، که کلا اکانت میفروختش، چون بهتون گفته بودم دنبال اکانت هستم. بعد یه چنل ازشون پیدا کردم، چنل VIP. داخل این اکانت های خیلی خفن رو میذاشتن. آیدیش رو روی صفحه میذارم، اما یکی از دوستان این کانال رو به من معرفی کرد و من خودم هیچ شناختی با ادمیناموناش ندارم در کل، و یکی از دوستانم که بهش اعتماد هم دارم این چنل رو به من معرفی کردش. 2 تا اکانتی که قرار امروز نشونتون بدم هم متعلق به این کاناله که فکر میکنم خیلی اکانت های خفنی باشن. اول راجع به اکانت اول یه سری اطلاعات جلوی منه که این اطلاعات رو براتون بخونم. تعداد 794 تا متیک داره، 77 تا گان داره که 74 تاش مکسه از این گان آپگریدی ها. ست بیپ زرد، بیپ سفید، آیتم های مهمش هم داریم با هم دیگه میبینیم. حالا خود اکانت رو ببینیم. دوستان عزیزم، این اکانت ماشینا رو که میبینید، بله، هر چی ماشین دیگه پابجی موبایل آورده آقا احمد گرفته. من اسمش هم بالا دیدم احمد بودش. هر چی ماشین پابجی موبایل داره این دوست عزیزمون گرفته، نوش جونش. خود اسکینای اینونتوری من اندازه اسکین ماشیناش نیستش، اینجوری بهتون بگم. بله خیلی هم عالی. اصلا گذشت از اون بخش سدان، کلا بیخیال شد، حال نکرد که مثلا نشون بده. در این حد دیگه شما ببینید داستان از چه قراره دیگه. اونجا هم داریم با هم موتوراشو الان میبینیم. من صبحم هست بیدار شدم بچه‌ها. خب بریم سراغ گانا. نه اول میره سراغ اون لباسای حالت ایونتوری که میومدن. به به، همه هم مکس بود، دقت کردین؟ بله اینا گانای آپگریدیشن که میبینید همه رو داره نشون میده، یکی یکی همه رو رد میکنه. اصلا مهم نیستش زیاد. آره زیاد مهم نیست، منم باشم زیاد مهم نیستش برای منم. همم تا لوت آخرین فاینال فرمشونه دیگه، همم تا فاینال فرم بازن. دقت کنید من اصلا دارم گانا رو نگاه نمیکنم، فقط دارم اون بخش فاینال. یه دونه پیدا کردم مثلا جلو نرفت، اونم احتمالاً خوشش نیومده بود از گانا، وگرنه داداشمون اونم یوسی میزد سریع مکس میکرد. خب بله خیلی هم عالی. من زیاد حرف نمیزنم، خودم هم محو اکانتم. کاش من ویدیو رو یه بار دیده بودم بعد میومدم برای شما میذاشتم، به خاطر اینکه واقعا اینا رو هم داره. میبینید این ست رو خیلی من دوست دارم، واقعا ست خفنیه. یعنی یکی از لباسایی که اگه داشته باشم فقط اینو میپوشم. یعنی اسکین لامبورگینی رو پشت میبینید. بله یه لامبورگینی شاسی هم اینجا داریم و قبول دارید ماشینای خود پابجی موبایل چودون به درد نمیخوره. یعنی اون ماشینایی که میاره مثلا این آخری هم که آوردش، آخری آورد مثلا ماشینای گستش، یا قبلا هم یه سری ماشین داده بودش، هیچ کدوم به درد نمیخورن. فقط عشق همین لامبورگینی و چه میدونم پاگانی و خیلی ماشینای خوبی هن. اسکینا رو هم ببینید چقدر تند رد میکنه. اصلا مهم نیستش اسکین، اصلا زیاد اهمیتی نداره، ما همینجوری رد میکنیم فقط اسکینا بگذره. یعنی در این حد. آقا معلومه این سوال برام پیش اومده، این اکانت 1 میلیارد تومان قیمتشه، این اکانت رو چه جوری معامله میکنن؟ واسطه چه جوری میاد معامله میکنه این اکانت رو؟ چون شما نگاه بانک میری تا 200 میلیون میتونی از طریق ساتنا انتقال بدی. بعد همین مبلغم که میخوای انتقال بدی کلی گیر بهت میدن. رئیس شعبه میاد قشنگ نگات میکنه، خودت باشی امضاتو بررسی میکنه با امضای سیستمیت، و اگه امضات انقدر ارور داشته باشه، انقدر فرق داشته باشه، بهت گیر میده که چرا امضا دقیقاً شبیه همون امضای نیستش. ولی این مبالغ شما باید از رئیس شعبه بانک ها امضا بگیرید برای انتقالشون. بعد حالا برای بیشتر از 200 میلیون تومان شما میتونید با مستندات انتقال بدید. یعنی بگی آقا من دارم یه ماشین میخرم، این سند ماشینه، من دارم مثلا یه خونه میگیرم، این اجاره نامشه، میخوام پول انتقال بدم. در اون صورت میتونید مبالغ بالاتر انتقال بدید. حالا شما چجوری میری بانک میگی من دارم اکانت پابجی موبایل میخرم، نگاه اینم اسکیناش، چجوری چنین انتقالی اصلا صورت میپذیره؟ یا در 5 روز متوالی صورت میپذیره 5 تا 200 میلیون تومان، یا که دیگه نمیدونم واقعا، یا اصلا انتقالش به صورت بانک ایران نیستش. ولی خب قطعا کسی که میخواد بخره اکانت رو از ایران، حالا شاید کسی که
میفروشه از ایران نباشه. حالا کسی که میخره از ایرانه، چه شکلی واقعا اکانت رو انتقال میدن. ولش کن، خیلی صحبت فلسفی کردیم. یه مقدار دنسای این بنده خدا رو ببینیم اینو چقدر دنس داره. من اسکینام از دنساش کمتره، داره دنسای خاصش رو نشون میده که مثلا طرفدار زیاد داره. راستی شاید بگی برد تیوی چرا کلاه گذاشتی بعد آستین کوتاه پوشیدی؟ هیچ دلیلی نداره. موهام یکم به هم ریخته بود، نخواستم اون شکلی ویدیو بگیرم. حقیقتا کلاه هم به این نمیاد، میدونم خود کلاه رنگش میاد، این دنس که این بالا نوشته اصلا نمیاد. بله این اسکینم، این دنس هم که پابجی موبایل معلوم نیست چه فکری کرده با خودش چنین دنسای اضافه کرده به بازی. بچه‌ها این اکانت تموم شدش. خب بریم سراغ اکانت دوم. این اکانت دوم یه مقدار قدیمی تره بچه‌ها، از زمانهای قدیمی تری بوده و میگم مثلا متعلق به غرب تره، ولی خب فکر میکنم اینم ایرانی باشه اکانتش. البته شایدم نمیدونم و شاید اکانتایی که میذارن ایرانی نباشه، صرفا چون کانالش ایرانی بود من چنین چیزی گفتم و حدس خودم این بوده. احتمالاً ایرانیه دیگه. نه اکانتش مثل این که این سوئدیه، مثل این که آره خود اکانت سوئدیه. حالا شاید سوئد زندگی میکنه، بازم مشخص نیستش این چیزی، اسمش هم که آدم متوجه نمیشه. این الان داره چرا نمیتونم بگم پاپیولاریتی رو نشون میده دیگه. درست دارم تلفظ میکنم این کلمه رو؟ آره اینم الان داره گانای آپگریدیشو نشون میده. این صدا نداره. یکیشون فکر کنم 21 از این اکانتایی که دیدیم 26 میلیون چیکن داشت، فکر کنم این بودش. من ندیدم دقیقاً اون قسمتی که چیکناشو داشت نشون میده، شما برید یه دور دیگه نگاه بکنید. گانهای آپگریدیش رو داریم میبینیم با هم دیگه که چه گانهایی داره این اکانت و خیلی هم عالی. لوت باکس ها، لوت کریت هاشون رو داریم میبینیم. خدایی پابجی موبایل توی زمین توی مارکتینگ اسکین خیلی خوب کار میکنه. یعنی واقعا اسکینایی که میاره، ایده هایی که برای اسکین داره، چه میدونم آپگریدیش بکنیم، لباس آپگریدی، چه میدونم اسکین آپگریدی، بعد مثلا میزنی طرفو افکتش فرق داشته باشه، تیر بهش میخوره، چه میدونم لوت کریتش فرق داشته، چی میگن لوت کریت که نه لوت باکس دیگه، لوت باکسش لوت کریت درست گفتم، فرق داشته باشه، مثلا شکلش متفاوت باشه. خدایی این ایده های مارکتینگ خیلی جذابی، تیم قوی پشتشه. پشمام پسر این اسکینا رو نگاه بکن. آقا من این سوال دارم، چون من هیچ وقت سمت اسکین نرفتم بچه، اونایی که میدونن این اسکین زردا قرمزا که میشن متیک، این زردا چی میشن؟ این زردا چه تفاوتی با متیک دارن؟ یه نفر اگه میدونه داخل کامنت ها توضیح بده. ترجیح میده آدم بعضی وقتا که به جای اینکه بره مثلا یه پول گنده‌ای بده برای اسکین، البته ویو میخوره قطعا، من چنین پستایی بذارم، چنین ویدیوهایی بذارم داخل یوتیوب ویو میخوره، ولی خب خودم یه دلم راضی نمیشه بخوام برم اسکین بخرم. میگم یه پول گنده‌ای داری میدی میری یه لباس مارک بجاش برای خودت میخری. ولی خب البته بچه‌هایی که دارن تو ایران کار میکنن قابل احترامن، هر کسی ایده‌ای داره، هر کسی یه نظری داره دیگه به هر حال، و نظر همه که یکی نیستش. حالا من این شکلی فکر میکنم، شاید هم یه تایمی اصلا نظرم برگرد عوض بشه، راجع به خیلی چیزا تو زندگی این شکلی بوده. خب این بیلک پشتش هم داره نشون میده. ایول اوکی. اصلا این سری گاناشو دانلود نداره، خیلی هم عالی. اسکینای خودشو دانلود نداره این بشر. ایول عالی، مهم نیستش که. یوسیاش هم ندیدم. یعنی این ماشینا رو میگم خیلی مسخره است، این ماشینای پابجی موبایل رو میگم خیلی مسخره است. این چی آخه خدایی؟ قیافه رو نگاه بکنید، تیم مارکتینگ ماشین سازیتون خوب نیستش خدایی. این داداش اون ولی خب دوستش گرفته. این خوشگل بود آجی، اینو من داشتم تو اکانت، تو همین اکانتم داشتم، تو همین اکانتم فکر کنم اینو دارم. بذار کدوم اسکین؟ اینو فکر میکنم دارم تو این اکانتم. خلاصه که آره دیگه. این ماشینم واقعا مزخرفه. این شبیه چی میمونه؟ شبیه تسلا، وانتای تسلا میمونه. واقعا که فکر نمیکنم اون باشه. واقعا پشمام، ماشینای تسلاست. پشمام کی با تسلا؟ راست میگه دیگه، پابجی موبایل با تسلا همکاری کرد دیگه. واقعا آقا ایلان ماسک تر زدی با این طراحی. واقعا مثلا خواسته طراحی آیرو، نگاه کن این لحظه، اینا نگاه کن، اومده مثلا طراحی آیرودینامیک داشته باشه ماشین که از لحاظ فشار و بادی که بهش میزنه درست کار بکنه. بعد ماشینش برف پاکن نداشت موقعی که تولید شدش. بعد کلی اعتراض کردن که چرا ماشین برف پاکن نداره. بعد از یه مدت برف پاکن گذاشت براش، هنوز ریویل نکرده نسخه اصلیشو. یه عکسای لو رفته ازش که فقط سمت راننده برف پاکن داره. بازم مثلا این سمت برف پاکن نداره. خیلی هم قشنگ ماشین رو طراحی کرده. مثلا خود تسلا زشت نیستش، ولی خب
مورد علاقه خیلی ها نیستش، یعنی از جمله خود من. خیلی هم عالی. اینم که پابجی موبایل با فراری چیز نکرده، همکاری نکرده. با فراری همکاری بکنه خیلی چیز نابی در میاد. با پاگانی فکر کنم همکاری کرده، با مثلا فراری همکاری نکرد. میدونی که هر ماشینی که داخل بازی میاره باید با شرکت قطعا میدونی چیز بدیهیه، باید با شرکتش همکاری بکنه، وگرنه ازشون شکایت میکنن و میگن که آقا این دزدی کرده. خب این بود از اکانت دومی که با هم دیدیم. نظراتی که راجع به اکانت ها دارید رو به من بگید. جفت این اکانت ها 1 میلیارد تومان قیمتشون بوده بچه ها. و اکانت اول بچه ها 1105 این رنک جهانی رو برای چیکن داشته، یعنی چیکن ها تو بین چیکن ها 1105 داخل دنیا و نوشته بود که به زودی تاپ 100 رنک جهانی میشه. خلاصه که دو تا اکانت خفن امروز با هم دیدید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. من زیاد سر در نمیارم از اسکین و اینا، زیاد دنبالش نیستم، خیلی ها دنبالشن واقعا. و چیزایی که حالا بهتون نشون دادم و خودتون دیدید. حالا به نظرتون یه سوال، حالا به نظرتون این دوتا اکانت 1 میلیارد تومان ارزش داشتن؟ آیا به نظر شما؟ از نظر من 1 میلیارد ارزش داشتن خدایی، چون خرجایی که براشون شده بودش خیلی زیاد بود. همین ماشینایی که فقط داشتش 1 میلیارد فکر میکنم خرجش، حالا 1 میلیارد هم نه دیگه، ولی خب 500 میلیون خرج همین ماشیناش شده بودش. خلاصه که این از این. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا رو به شما بزرگ میسپارم و فعلا